در افسانه زرتشتی چنین آمده: زمانی که خبر سقوط ساسانیان و مرگ شاهنشاه به فرزندان او که در شهر یزد بودند میرسد، آنها به اطراف یزد میگریزند و هر کدام گرفتار سرنوشت متفاوتی میشوند. یکی از فرزندان او که نیکبانو نام داشت به سوی اردکان و کوهی به نام چکچک میرود. شاه دخت با مشاهده سربازان دشمن که در پی او آمده بودند، برای حفظ پاکدامنیش با ترس و گریه از کوه بالا می رود. اما از آنجایی که دشمن فاصله زیادی با او نداشت، با آهی بلند از کوه می خواهد که او را نجات دهد و همچون مادری در آغوش بگیرد. در این لحظه کوه شکاف خورده و نیکبانو از نظرها پنهان می شود. بعد از مدتی از کوه چکچک که کوهی خشک و بی آب بود، قطره‌های آبی به زمین